بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل و سلم علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. عزیزان گرامی، یک دو حدیث را درباره فضیلت ذکر کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینمی کلمه چون رمضان مبارک هم آمده، این کلمه را ذکرش همیشه فضیلت داره، خصوصا در ماه رمضان مبارک هر چیزش فضیلت داره. و روی عن بعض صحابه رضی الله تعالی عنهم، از بعض صحابه علیهم السلام از یاران عزیز علیه السلام روایت شده. بعض صحابه گفته من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، این کلمه را کسی بخوانه از قلب، از اخلاص، از ته دل، لا اله الا الله محمد رسول الله را بخوانه خالصا و از ته دل و به تعظیم و به عظمت قبول کردن کلمه، بسیار به بزرگی به تعظیم کلمه بخوانه که کلمه بسیار بزرگ است، بنیاد ایمان است، به می تعظیم و به می احترام امی لا اله الا الله محمد رسول الله بخوانه، کفر الله عنهم 4000 ذنب من الكبائر، 4000 گناه کبیره تا الله می بخشه. یعنی کلمه را یک دفعه بخوان به اندازه 4000 گناه هم داشته باشه الله می بخشه. قیل الا یکن له 4000 ذنب، یک کسی میخوانه لیکن 4000 گناه نکرده، یعنی خو یک حد ذکر کرده، این از بالا باشه هم الله میبخشه، حقوق خود را الله میبخشه، توبه کو اخلاص بو که کلمه را بخوان الله میبخشه. یه به این معنا نیست که شما با جرأت به گناه پیدا کنین. برو حدیث آمده، صحابه روایت کرده گناه بکو یک دفعه کلمه بخوان 4000 گناه را میبخشه. به این معنا نیست. اشان مسلمان، اشان مومن گناه کردن نیست. گناه نکنین. خدای نخواست غیر اختیارم اگر شما گناه سر میزنه، این کلمه را بخوانین، الله متعال را رکمال میکنه، پاک میکنه. اگر تو گناه نداشتی، حتی گفته از اهل و فامیلت هم به برکت کلمه اگر تو بخوانی، از اونها هم گناهش الله میبخشه. این نهایت تفضل و فضل الله است. یک حدیث. دوم حدیث، علیه السلام گفت من حفظ 7 کلمات فهو عند الله شریف و عند الملائکه شریف. اگر کسی 7 کلمه را حفظ کنه و امر جاری بکنه، او بسیار کلمه زیباست، به نزد الله خیلی ثواب و پاداش داره. چی میکنه؟ الله متعال گناهش میبخشه. این 7 کلمه را اجرا بکنین، گناهتان مانند کف دریان باشه الله میبخشه. یک، اولینش چیست؟ کلمه ان یقول بگه. چی بگه؟ عند ابتدای کل شی، در ابتدای آغاز هر کار خیر، کار درست، بسم الله الرحمن الرحیم بگو، الله گناهت مانند کف بحرم باشه میبخشه. یک. دوم، بعد از ختم هر کار الحمدلله بگه. سوم، در زبانت اگر کدام گپ لغو و کدام گپ بیهوده و خنده بیجای در دهنت برآمد، کم باشه زیاد باشه، چی بگه؟ ان یقول بعده استغفر الله، استغفر الله بگه، دهنت یک گپ برآمد. چهارم، وقتی که فردا یک کار میکنم گفتی، از دنبال امی گپت ان شاء الله بگو. دم ان شاء الله گفتن گناهت مانند کف بحرم باشه الله میبخشه. پنجم، یگام کاری زشت روبرو شدی، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگو، گناهت مانند کف بحرم باشه الله میبخشه. ششم، وقتی که برات مصیبت رسید، برات صدمه رسید، چی بگو؟ انا لله و انا الیه راجعون، الله گناهت میبخشه مانند کف بحرم باشه. هفتمش، چی بکنه؟ در استقامت های شب بیدار شدی، نماز خواندی، ذکر کردی، در استقامت آخر شب لا اله الا الله محمد رسول الله بگو. این 7 کلمه را اگر جاری کردی، گناهت مانند کف دریان باشه الله جل جلاله میبخشه ان شاء الله. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. عزیزان گرامی و دوستداران عزیز ما، درباره اسماء الحسنا درس های سلسله‌ای داشتیم. باز هم در خدمت شما قرار گرفتم. 23مین اسمای صفتی پروردگار که الخافض
یعنی پست کننده. بعضی را پست میکنه، ذلیل میکنه، از بین میبره. الله متعال الخافض خصوصیتش چند چیز است. هر کسی که اسم الله را ذکر میکرده باشه چند ویژگی داره، چند خصوصیت دارد، چند تاثیر خوب و مثبت دارد. یک، کسی که الخافض این اسم الله را 500 مرتبه بخونه، 500 مرتبه الخافض 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 بخونه، حاجتش برآورده میشه انشاءالله. حاجت و ضرورت و مشکلاتش برآورده میشه و پریشانی هایش برطرف میشه. حاجت برآورده میشه، پریشانی ها برطرف خواهد گردید و از حملات و صدمات و صدمه و ضربه دشمن محفوظ خواهند ماند و خداوند متعال شامل حالش حفاظت از دشمن را میگردانه. یعنی از دشمن خداوند متعال حفاظتش میکنه. یک ویژگی. دوم، کسی که 1000 مرتبه الخافض را بخوانه از شر دشمنان محفوظ میماند. از شر دشمنان، از ضرر دشمنان، از گرفت دشمنان، از ضربه و زدن دشمنان 1000 مرتبه بخوان، الله حفاظتت میفرمای برکت نامش. این دو خصوصیت. سوم، کسی که روزانه بخوانه، هر چی که میخوانه، کسی که روزانه الخافض الخافض را ذکر ورد میکنه، حاکم و پادشاه از وی راضی خواهد شد. پادشاه، حاکم، امیر، خلیفه، والی، قماندان، آمیر، اوز هر کس که است، اگر خواسته که اونا از تو راضی بوده باشد، امیرت، قماندانت، بادارت، ایرا روزانه بخوانین. اگرچه در اینجا حاکم ذکر کرده ای صاحب کتاب، میتونیم که ما ایرا فراتر بگیریم. اگر خواسته که همیشه استادت از شما راضی باشه، امر خواندن بگیریم. اگر خواسته که مادرت همیشه رضامندی دیشان نصیبت شوه، ایرا ذکر بکن. اگر خواسته خواهران عزیز شوهرتان همیشه از تو راضی بوده باشد و پدرت از تو راضی بوده باشد، هر حاکم و امیر و بزرگتان الخافض را بخوانین، الله او را از شما راضی میگردانه. چهارمش، در صورت پیش آمدن گرفتاری ها مشکلات بعد از هر نماز 1481 دفعه بخوان. 1481 دفعه. در وقت گرفتار به مشکلات، یک کسی به مشکلات گرفتار است، عزیزا تماس میگیرن، میگه ما به گرفتار، به عذاب و در مشکلات گرفتار هستیم که حیران ماندیم که راه بیرون رفتش در کجاست. هر کسی که گرفتاری ها مشکلات درش پیش آمد 1481 مرتبه بخواند، این اسم را بخواند، بسیار مفید است. گفته این تجربه کرده بزرگا. تجربه، تدبیر مرتبهش خیلی بالاست. هر وقتی که ظاهر شد مشکلات در زندگیتان، گرفتار مشکلات زندگی شدین، 1481 مرتبه بخوانین و این اسم پروردگار الخافض اگر همه قدر بخوانین، گرفتاری ها و مشکلاتتان الله متعال برکت اسمش مرفوع میگردانه. پنجم، کسی که از ستمگران در وحشت است، ظالمان، مستکبرین، غاصبین عمله داره و شما در وحشت هستید که ظالما و ستمگرا به ما ضرر نرسانه، 70 مرتبه اسم را بخوان، از شر آنان خداوند شما را در امان میماند. 70 مرتبه بخوان، از وحشت و دهشت و حمله ستمگران ظالمان بیدین الله شما را در امن و در امان خود نگه می‌دارد. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان گرامی و عزیزانی که تعقیب کننده درس های ما بودین، 24مین خصوصیت اسماء الحسنا، 23ش یک درس خواندیم، 24مینش الرافع، این اسم صفتی خود است. الرافع یعنی بلند کننده و رفعت دهنده معناش. انسان شانش بلند میبره، بالا میبره، مقامش، عزتش در کجا میکشانه. مثل که اصحاب گرامی نامشان در تاریخ تا قاف قیامت باقی، ابوبکر صدیق و عمر فاروق و حضرت عثمان غنی و حضرت علی کرم الله وجهه رضی الله عنهم را ببینین، الله متعال تا این دم نامشان گرامی مانده.
هر کسی که این اسم را اگر میخوانده باشد خدا به او چه ویژگی میده؟ این اسم خدا متعال چه خصوصیت داره؟ انشاءالله ما در شما 5 خصوصیت داره به شما اشاره میکنم. 1. کسی که الرافع را در روز دوشنبه یا در شب جمعه، در روز دوشنبه یا در شب جمعه بعد از نماز مغرب یا بعد از نماز شام یا بعد از نماز خفتن 440 مرتبه ذکر بکند، تمام مردم مخلوقات به او مرعوب میشن، به او رغبت پیدا میکنه، به او محبت میکنه و از هیبت از او بیترسه. ولی پدری که فرزنده از اون نترسه خب پدر سیاسی نیست. خانومی که شوهرش باید احترامش داشته باشد، از قهر غضب شوهر باید بترسه، اولاد از قهر و غضب مادر و پدر بترسه. اگر خواسته که مردم به شما مرغوب شود 440 مرتبه بخوان. 1. 2. کسی که الرافع را در آخرین حصه های شب میخواند یا بعد از ظهر بخواند 100 مرتبه، خداوند متعال او را توانگر و بی‌نیاز میگردد، این سرمایه دار میگردد. الرافع 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 الرافع. در آخر شب یا بعد از نماز پیشین 100 مرتبه بخوانید. الله متعال توانگر میگرداند، سرمایه دار میسازد و از مخلوق بی‌نیاز، همه نیازمندی های شب خداوند بی‌نیاز پوره میگرداند. این 2 شد. 3. هر کسی که لااقل روزانه 20 مرتبه الرافع را بخوانه، آرزویش برآورده میشه و به آرزوهایش خواهد رسید. آرزوهایی که در دل داری روز کمش 20 مرتبه الرافع 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 بخوان، در آرزوهایت خواهد رسیدی. این چند شد؟ 3. 4. کسی که 351 مرتبه بخواند، مردم او را معزز میسازه، یعنی در بین جامعه معزز میگرده، قابل قدر میگرده، نور چشم میگرده، نقل مجلس میگرده. چند دفعه بخوانین؟ 351 مرتبه الرافع بخوان، معززترین جامعه قرار میگیره، قابل قدر جامعه قرار میگیره، نور چشم جامعه قرار میگیره. یعنی مردم از تو نفرت نمیکنه، با جای نفرت محبت، صمیمیت، اخوت کتت نشان میده. 5. هر کسی که 70 مرتبه الرافع را، این اسم صفتی الا را ذکر بکنه، از ستمگران و سرکشان محفوظ میمانه. ستمگران و ظالمان وقتی که میخواست به تو ضرر برسانه 70 مرتبه بخوان، از شر ستمگران و سرکشان و باغیان، قطع طریقان، اختطافچیان، دزدان الا در امن و مامون میمانید و حفاظتت میفرماید.